سلام یکی از نامهای پروردگار است. پروردگار نامش السلام است، یعنی بخشنده سلامتی ها برای بنده هاش. نبر وقتی که از در خانه در آمدی سلام کردی، اول که نام پروردگار ذکر میشه، در کجایی که نام خدا یاد شد در اونجا رحمتش میبارد. دیوم این که این یک دعا برای اهل خاندان است، معنی السلام علیکم، خداوند شما را از آفت‌ها سلامت دارد. ترجمه‌اش همینه. این معناش دعاست. از این سبب وقتی که این کلمه را بنده مومن از در خانه در آمد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گوید، خداوند در این خاندان برکاتش نازل می‌کند. خداوند اهل این خاندان از آفت‌ها نگه می‌دارد به طریق نام پروردگار. بالای این خودی گوینده 30 ثواب میگیرد، 30 حسنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این 3 کلمه شد. کسی این 3 کلمه را گوید، خداوند براش 30 ثواب در نامه اعمالش می‌نویسد. اگر السلام علیکم گوید 10 ثواب، السلام علیکم و رحمت الله گوید 20 ثواب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گوید 30 ثواب در نام اعمال بنده مومن نوشته می‌شود. نام پیغمبر خدا گفتند این کلمه سلام هم دعاست به سلامتی خاندان، به سلامتی یار و دوست، هم پاداش و اجر داره، ثواب داره در پیشگاه خدا. این به نام هر کدام شما که حساب بانکی کشادگی است در پیشگاه پروردگار. تمام بندگان مومن در بستانسرای جنت که بانکی الهی در همونجا است، حسابات بانکی دارد. هر بنده مومن حسابش معلوم است در پروردگار. وقتی که یک کاری ثواب کرد، انا همون حساب بانکیش در همون ثواب رقم می‌کنه. بنابر وقتی که از در آمده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفتید، خاندان در حق دعای خیر می‌شود. خداوند برکات در این خانه نازل می‌کند. بالای این 30 ثواب در حساب بانکی تا جنت براتان نوشته می‌شود. بالای این با فرزندا سلام از پدر مادر یاد می‌گیرند. اگر هر بار پدر خانه در آمد السلام علیکم و رحمت الله گوید، اون بیرها و بچه و دخترها یاد می‌گیرند که همین سلام یک چیزی مهم بود است که پدرم هر بار که درات می‌گوید. بنابر اکثر خانه‌های مردم امروز از برکات خالی است. همین که کار میکنه از صبح تا شام برکه ندارد، به خاطر اینکه سلام نمی‌گذارد. همه پدر و مادر بین از در خانه‌اش درآید، بچه‌هاشو بودکاش پیش بود برای السلام علیکم دانش پیش نمی‌گوید. در حال یک گپی دیگه میزنه و بچه جان و دادا جان گفته، اما سلام که این ذکر خدا است و این دعا برای همون کودکاست، این شیطان بدبخت از زبان میگیره، بنابراین کلمه را نمیگوید. از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت انس نصیحت کردند یا انس، وقتی که میخوای خانت پربرکت شود، خانت که در آمدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر خانه هیچ کم نباشد، در خانه دولکان نیستن، کلی نیست، خود تنهای همونجا هم سلام که زیرا ملائکه های الهی هستند. خانه بنده مومن به ملائکه نمی شود. از این مثل سلام که دادی ملائکه ها جوابش میگردانند و علیکم السلام، خدا شما را هم سلامت دارد گفتند. و یک آداب اسلامی این سلام کردن بر برادر مسلمان است، سلام کردن بر اهل خاندان است، سلام کردن به اهل کارخانه است. من همین کارخانه را که از درش در آمدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گوی، خداوند برکاتش فیضش در او کارخانه نازل میکنه. دیگر فایده سلام همین است که او سبب پیدایش محبت و دوستی میشه. رسول خدا میگه الا ادلکم علی شیء اذا فعلتم تحاببتم. من شما رو گفتن تعلیم دهم به گفتن چیزی که اگر شما او رو بین خود گویید، همیشه در بین خود تکرار کنید، بیناتان در محبت پیدا میشه. اصحاب گوی رسول چی است که سبب پیدایش محبت و دوستی میشه؟ حضرت گفتن افشوا السلام بینکم، سلام در بین خود آشکارا کنید.
یعنی هر مسلمان با برادر مسلمانش که وام میخوره بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گوید. این سبب پیدایش محبت میشه. درمون یک آدم از پیش شما گذشت و به شما سلام نکرد، حتما دل شما دو پیدا میشه که جوان بی‌ادب بوده است، یا نسبت به من در دلش یگان عداوت دارد یا کینه دارد، هزار خیال پیدا میشه. اما وقتی که سلام کرد السلام علیکم گفت، شما وی میشناسی و شما رو میشناسی یا نمیشناسی فرق نداره، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفت، خود شنونده خرسند بشود. خدا رحمت کنه پدر و مادرتان، خدا رحمت کنه شما رو به این آداب و اخلاق کنه. به همین محبت وی در دل شما پیدا میشه. جوانی با آداب خوب بوده است، جوانی آینده خوب دارد، نسبت او محبت پیدا میشه. هرچه اختلافایی که امروز بین خواه تاجیک است، خواه بین برادرای تاجیک و بشکرد است، خواه بین آذربایجان، همش از سبب سلام نکردن با یکدیگر است. اگر ما هر واخری السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گفته با چهره خندان با او برادر رو پرو شویم، اگرچه نمیشناسیم شه، اگرچه همکار ما نیست، همین دل او یک محبت ما پیدا میشه، یا محبت او در دل ما پیدا میشه وقتی که او هم در جواب علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این سلام علامت شناسایی است، نشانه پیدایش شناسایی بین مسلمان است. از این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما رو تعلیم دادن، تلقین کردن. یک شخص آمد پرسید رنگ حبیب الله بارن که یا رسول الله ای الاسلام خیرون، کدام نشانه مسلمانی، کدام علامت مسلمانی بهترین علامت است؟ این از ما میدونیم که مسلمان خوب است. از اون علامت کدام است؟ حضرت گفتن تطعم الطعام و تقرأ السلام على من عرفت و على من لم تعرف. حدیث امام مسلم است. گفتن بهترین نشانه مسلمانی این طعام دادن است، برادرای مسلمان تا یا مهمان تا، یا اینکه اهل خاندان خود همسر و بچه‌ان و بیرها را وقتی که غذا قطعی تامینشان میکنی، اشکمشان سیر میکنی، یا یک برادر مسلمان خانه مهمان بشه و مثل که من عبدالحمید از شب باز است برای من قدر تشویش این قدر دسترخوانی پر ناز و نعمت که همه اشیا در بالاش الحمدلله هست. این سخاوت پیشگی نشانه ایمانداری است. رسول اکرم گفتند طعام دادن، سخاوت پیشگی کردن، عالی همتی کردن، این بهترین نشانه مسلمان هاست. حق تعالی بر در جنت نوشت این که باشد جای اسخیا باشد بهشت. این در پیشتاق جنت نوشتگی بوده است که این بهشت قرارگاه بندگان سخاوت پیش است. این که جای اسخیا باشد بهشت. زیرا در کدام خانه که مهمان میبید در او خانه برکات خدا میبید. هر که مهمان را بروی تازه دید از خدا الطاف به اندازه دید. خلاصه طعام دادن بهترین نشانی ایمانداری و بهترین نشانی مسلمانی است. بنابر قرآن دو پروردگار بنده های سخیش، بنده های عالی همت، بنده هایی که ترغیب به طعام دادن میکنن اونها را تعریف میکنن. اما بندگانی که ممسکن از طعام دادن آدم ها را منع میکنن، مهمان با چشمی تحقیر قبول میکنن، با دلی ناخواهم، اینها را خداوند مذمت میکند. قرآن در آیه های ارایت الذی سنکربتا و الفجر خدا مذمت میکنه که ولا یحض علی طعام المسکین. اینا به اون حد ممسک و خدا زده هستن که حتی یک کمبغل یا چی دادن ده راضی نیستن، یک کمبغل ضیافت کرده دادن ده مانعگی میکنن، چی در کار است که من میکنن. خلاصه طعام دادن بهترین خصلتی مسلمان است. خدا از این خصلت، از این علامت عبدالحمید ما را نصیب کنه. دویم رسول اکرم گفتن نشانی اسلام این و تقرأ السلام علی من عرفت و علی من لم تعرف. سلام میکنی گفتن به هر شخصی که میشناسیش یا نمیشناسیش. البته شناسان سلام کردن هر کس هم میکنن،
وجدانش هم عقلش هم تغییر میکنه که سلام کن. اما ناشناس هم باید سلام کرد. پیغمبر خدا و همون کسانی که در کوچه میگذاشتن حتی کودک بودن بازی داشتن پیشم میرفتن حضرت میستاد السلام علیکم میگفتن به بود کار. او عروس است، همسایه است یا یهودی است یا دیگر غیر ملت ماست، خواه جوان است و خواه پیر، خواه میشناسیم خواه نمیشناسیم، باید مسلمان السلام علیکم گوید. اگر مسلمان باشه برادر مسلمان خما باشه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر مسیحی ها باشن مثلا غیر دین ها السلام علیکم یا به زبان خودشان درستی میگیم دابری اوتر و دابری ویچرشان میگیم. همین نشانی چی است؟ پیدایش محبت است. اما همسایان میدونه که من همسایه من نسبت من در دل شیگان غرض نداره، دین من احترام میکنه همچون همسایه. بنابراین نشانی پیدایش محبت میشه. تقرأ السلام میگویی سلام را علی من عرفت به هر کسی که میشناسیش یا برای هر کسی که نمیشناسیش. اما مع الاسف شیطان بدبخت که در اصل سوگن یاد کرده بود برای انسان گمراه کردن، او حرکت میکنه سلام از زبان ما گیرد. یا وقتی که با هم برادر رو پرو بشیم در حال در ذهن ما پیدا میکنه و خودش چیه که من دوای سلام کنم. همین غرور رو پیدا میکنه. بسیار آدم فریب خورده سلام نکرده میگذره میره. این غرور از شیطان است. خدا از بنده هاش تواضع دوست میدارد. تواضع یعنی خاکساری، آداب عالی، شکستن نفس، مغلوب کردن شیطان، این تواضع میگه. که پروردگار در حدیث قدسی میفرماید من تواضع رفعه الله و من تعاظم وضعه الله. کسی تواضع کنه، خاکسار باشه، خوش اخلاق باشه، خداوند او رو مقامش مرتبهش در بین مردم هم بلند میبرداره. اگر در پیشگاه خدا مقامش بلند بشه. تواضع ز گردن فرازان نکوش. آدم های ثروتمند، آدم های پهلوان، آدم های منصبدار، آدم های صاحب علم و معرفت، اینها باید تواضع داشته باشند. اینها باید خاکسار باشند. تواضع ز گردن فرازان نکوش. گدا گر تواضع کند خوی او بیچاره و کم بغل دستاش پیش السلام علیکم تعظیم هم کنه، او بیچاره از روی ناچارش است و اخلاق شوی است، از روی ناداری، از روی عاجزیش، از روی شکستگیش، از روی مثلا محتاجیش این کار میکنه. نباید تعریف نیست. اما آدمی ثروتمند، آدمی بدولت، آدمی منصبدار، آدمی پهلوان وقتی که با این همه در هنری که داره باز هر کسیم که بین خواه کم بغل از خواه موسیقی از خواه پیرزن خواه ناتوان السلام علیکم دستاش پیشی برگیره، این تعریف است. این خدا دوست میداره. گردن شیطانی میشکنه، از تکبری دور میشه. اما او از بیچاره ها او خواهی نخواهی گردن شکسته است و محتاج که است، سرش خم است پیش هر کس که باشه. نبا خداوند در حدیث قدسی میگوید من تواضع، کسی تواضع کند، شکستی نفسی کند، شیطانش پس زند، خدا مقامش در جنت بلند میبرد. در همه دنیا هم مردم دوستش میدارد. آدم خاکسار، آدم خوش تواضع باور کنی همه دوست میدارد. اما آدم متکبر، آدمی که نظرش آدم ها را نگیرد، هر کس هم باشد مردم دوستش نمیدارد. اگر شاید به خاطر منصب و به خاطر پولش پیش یک خندی زهر خنده کنه، اما عقباش چی؟ دشنامش میکنه، عقباش به گفتی گپشان میکنه. اما خوش تواضع باشد از خفاش هم تعریفش میکنن، فلانی بسیار جوان خوب است، با همون پهلوانیش و با همون ثروتمندیش خیلی خاکسار گفته همون تعریفش میکنن. و من تعاظم وضعه الله. اما خدا پیغمبر خدا میگه خداوند گفته است که کسی تکبری کند، دعوای کلانی کند، دعوای منمنی کند، دعوای بزرگمنیشی کند، خدا میگه من او رو پس میزنم، او را از همه پایان میکنم، او را خار میکنم، او را در نظر مردم منفورش میکنم، مردم همه به او نفرت کنند. بنابراین همین یکی از نشانه های تواضع و خاکساری این السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواه مسجد میدرایی،
خواه مدرسه میدرایی، خواه دوکانت میدرایی، خواه خانت میدرایی، حتما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گوی همین عادت کنه انشاءالله نتیجهش ثمرش اندک وقت هست میبینه. خدا همون توفیق بندگی و توفیق ترک معصیت و توفیق خوش اخلاقی و تواضع و توفیق دوری از تکبری و کبر برای ما نصیب کنه. حاج عبدالحمید خداوند این ضیافتاش به درگاهش قبول کنه، از ثواب اطعام و طعام خداوند به نصیبش کنه، گذشته هاش به اجازت فرمایید یک چیز دیگر هم پرسیم یا روشنی شود. در باب حضرت هم بگیم نماز و هم زینا و هم عرق عرارش همین یک برادر دیگه خیلی ما را پرسیده است که خدا در قرآن فذکرون اذکرکم گفته است. بعد این برادرایی که نمازخوانان گاه گاه عرق میخورن یا که نمازخوانان گاه گاه زینا مینن یا همینجا خداوند همیار هم ذکر مینه یا اینکه با او حدیثی که نماز معن میکنه از فحشا و منکر نمازهای یا چخیل میشود. کی میگه روشنی میدوخته حضرت؟ کی میگه همین آدمایی که گاه نماز میخونن اما وقت گاه گاه زینا مینن حضرت. انسان بکن بودین بشه من نماز خونده آخر زینا و نماز و از زینا باز بیاد. اون نمازهای خوندگیش طوریان حضرت. خداوند با من اجازه دادن بخوای و من یعمل مثقال خیر یاره و من یعمل مثقال ذره شر خیر خودش جاش علاهده است، شر علاهده است. هر کدام چه خدا محاسبش علاهده میکنه. اگر شرش و گناهش بگه زیاد بیاید سنی دوزخ میبرش، خیرش زیاد بیاید سنی جنت میبرش. این معنی نداره بعد نماز خواندنش و بعد حج عمل با زنا که ثواب بعد باطل شده. انشاءالله نماز خوان باشه روز این نماز رو از این کارا باز میده آهسته آهسته. خدمت بندگی انسان به کمبودی نمیشه بشم در این همون خداوند از این تو بنده هاش انشاءالله با توبه و استغفار گناهشان میگذارن. اما وای به حال کسایی که شب روز معصیت میکنن پروا ندارن نویا رو وایش حال شدید. نام رسول اکرم ده اذا عملت سیئتا فاتبعها حسنة تمحوها. وقتی که یک کمبودی گناه کردی در حال از خفاش پشیمان شو و برد و طهارت کن دو رکعت نماز کن خداوند انشاءالله او رو میشه. اگرچه هر کمبودی که باشه فقط دیگه به شرط دیگه حلال ندانه، لیکن اگر زنا رو حلال دانسته که با کافر میشه. پس را هم از بسیط میشه برمان باشه.